رئیس اجرایی افغانستان با ابراز خوشبینی از استراتژی جدید آمریکا گفت این استراتژی تاثیرات مثبتی در زندگی مردم این کشور خواهد داشت. با اعلان پالیسی جدید انشالله نه تنهایی که در افغانستان در شرایطی که با او مواجه هستیم، شرایط امنیتی، تغییرات مثبت مردم ما شاهد خواهد بودند که تغییرات مثبت روی تمام جنبه‌های زندگی مردم افغانستان تأثیر خواهد داشت. در این حال در همکاری‌های ما، همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه و فراتر از منطقه به موقع صورت بگیرد. آقای عبدالله روز سه‌شنبه در نشست خبری در قصر سپیدار گفت مطمئن است با این استراتژی نیروهای امنیتی افغان روی پای خود خواهند ایست. پالیسی که اعلان شد نقاط عمده و اساسی را در قبال دارد که من یقین دارم که انشالله نتیجه از این در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت منتج به این خواهد شد که نیروهای امنیتی افغانستان روی پای خود بایستند در تامین امنیت و دفاع کشور ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز استراتژی کشورش به افغانستان و آسیای جنوبی را اعلام کرد و گفت دیگر در برابر پناهگاه‌های امن تروریستان در پاکستان خاموش بودن نمیتواند. در این حال عبدالله هم از کشورهای منطقه تقاضایی دارد. پس توقع ما از کشورهای منطقه، از کشورهای همسایه است که در این راستا ما اعلان پالیسی جدید یک فرصت می‌دانیم و دولت افغانستان که همیشه خواستار روابط نیک همسایگی بر اساس احترام متقابل با همه کشورها بوده، یک بار دیگر آمادگی خود برای صحبت، برای مذاکره و برای بحث روی همه مسائل اعلان می‌کند. در مورد افغانستان عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید خواست‌های حکومت افغانستان در این استراتژی جاگزین شده است. اعلان استراتژی جدید آمریکا با حمایت رئیس جمهور افغانستان نیز همراه بود و شماری از افغان‌ها همچنان در صحبت با رادیو آزادی از آن استقبال کردند.